امام ارجمند شمارتون کمیته زمین من همچون زمینی میر زبانی گرفته ایده اینه امیر رحمتی مادرم کسال شدن و 10 تا دختر به مراجعت کردیم. دخترای در حقیقت زور با راست میگم، دخترایی که بسیار هم آبرو دارن، نامدار، لیکن یگان تاشون تبابت کرده نتونستن. مادر ناراضی. بعد همین مادر جان شکست تبابت کرده نتونست. خودشون گفتن که بچه همین ملازفور گفته یک خیشوی خودمون بودیم یا همون کسی بینیم هلی گفتیم. بعد پیش اکام بردیم. اکام مادر در یک بار تبابت کردن. مادر همین ناز شدن که شب و روز در نمازشون دعا میکردن. میگفتن که بچه کلانیم دادری کلانیم ملازفور طاهری بس شما گفتن. به خدا همین خدر این کس به احترام داشتن. و تاجیکا یک کلمه زیبا دارن، میگن که آبی در خانه خیره. میگن ما مردمی زرافشان میگیم لیکن با اختلاط دیگه خیلی هم نمیگن. لیکن آبی که در همه جای تاجیکستان صاف و بی‌غبار هست همون آب آبای ملازور. اکای عزیز مبارک شما 70 من 60 و 70 چند میشه؟ 130 بدارید؟ نه 130 بدارید حالیش بود 130 بدارید موندگیش با میبینیم. باز دیگر استاد عسکری بزرگ استاد خوش آمدید. جمع مهمان ها ما بسیار خرسند. اینجا عبدالجبار سروش دیدم دینا یک چند روز پیش یک ایجادی داشتن برای همین شاعری محبوب یک قرصه زنیتون خودشون قرار شود در آینده بعدا دیدم که یک 5-6 تا غزلاشون با آهنگ بسته میخونم که کیف میکنید. خدا خواهد حبیب الله جان من شما دیده سلیمانی بسیار هم خرسند هستیم. استاد شریف همدانپوری عزیز و همه استادای دیگر که اینجا هستیتون آزی معلمه از نام ناحیه نام رئیس مبارکباد کردن. همین یک آدم سوال داد که اکی از شما از طرفای عینی میشه می مکتب هم از عینی میشه. گفت که جای شما بگفت میگون زمین کم مردم شما چیکار میکنن؟ مردم ما آدم میکارن. گفتم آدم تولد کرده آدم کلام میکنن. آدم های زور کلام میکنن. آدم های دانا تربیت میکنن. همین جای ما زمین نکنم خیلی فکره ایشان تغره البابای رودگی خود بگیرم روی شرمی فهمیدان سالی کوزاد همینا برای تاجیکستان خدمت کردن. جنبه مراد پیریکار استادی از زمان حاتم پولادوف دیگر استادای صنعت. من میگم که بیان جان ابوالقلوف سراجدین سفرов دیگر هنرمند عالم بابایف خود سمارا ظریف خوب جان ظریف بهرلا عبدالله آرزوگل خوجم و گل پریجان اینجا همه هنرمندای جشتن همینا برای اکا مونگی. اکا عالم جان اکرموف یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ در ساحه فرهنگ خدمتاشون کلام اکای ما. اکای ملازور طاهری او یک خیلی دارو دارن که دارو این کسی بسیار رمضان نامش گرفتن ممکن نیده. یک دارو دارن شیشه بوایی یک قلط منوشید از برای خود 25 سال هفته مثل که آدم یاش میشن. یکی آدم به همینه میگه باور نمیکند بعدی که هم دوره میتید همینه میخورد با آمده درد ازنه بای افتادی میگه میبخشی کن میری هم پتخون میری پیش همون لیچه نیستیشون ببخشی اکام داشتان داموشه دیدم میگنن. خوش آمدید تا میمونه عزیز در نامتون برام باشید. باره نسوزیم ندانیم که خانیم تا برگ نریزیم ندانیم خزان
کیست ناشکری ما بر نمکی عمر زیاد است ناشکری ما بر نمکی عمر زیاد است تا جان نبرارم ندانم که جان چیست آدم را که میگویند یک دم بوده است نکوینم صحبتی آرامی همدم بوده است هرچی از آدم رسد نامردمی یا مردمی لیک آدم بازم مشتاق آدم بوده است بر موی من غباری را کم نیست میگری از روی ابرو از دریا گذشت راهی یاد رفته در وادی خیال راهی یاد رفته در وادی خیال از سنگوری از تنها گذشته از سنگوری از تنها گذشته کوتاه ما نیستم گرچه من کوتاه عمرم کوتاهی ما نیستم هرچی از دستی من آید ناتمامش میشمرم تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم تازی خود ناراضیم از خود پشیمان نیستم من به جزری حادثات از سینه من میزنم در لبی دریایی هستی سمتی جان نیستم پای من با سرچوب از سرفی عادت کردم
aman kunlar kendi şefatların ol bu kunlarda yetkenler bol yetmegenler bol Ustad aziz Hacı Baba Piram ben şumaya binam her vakti binam ve hürmeti Xudo fakhr bکنم که همین ملت ما هم خیلی فرزند دارم برای حاجی بابا برای حضرتم یک خرچه سخت بذارم مدتان دراز باشد و وقتی ما و وقتی دولت و ملت ما سربلند باشیم من اگر کجا ببخشید من با سرود میخونید من همین کتاب تحفه میکنم سحری آدم در نوشیدن آب هست آدم در بطن مادر 90% آب دارد اگر تکنولوژی آب نوشیدن آب یاد گیرید عموما پیر نمیشه که ما همین استفاده نمیبینیم از خواب خستید نیم لیتر آب نوشید ولی من برنامه ساخته که از طرف حکومت دستگیری شد که بچهای مکتب باید همراهشون نیم لیتر آب برن تمام 5 ساعت نوشن ننوشن سم پیدا میشه جراحی میکنن با همون چیز اما عمر آب بینید شعرهای درباره آب نستگی من هست اینا هم عیاد کنید خدا خواست خود 50 میرید شد من خواب میکنم استاد همین رمضان اکو خیلی ماهی مبارک ده یک 11 ماه کیف کرده میگردیم یک ماه رمضان و رعایت میکنیم خدا بازار شکر سری پولی تنجی امونی مملکت ما دولت ما همه ما سلامت باشیم همین ابو علی ابن سینای زیارت برفتم همدان در ایران قبرشان برفتم بالای منزلشان بشیدم و گریه کردم میگه اشک ریختم بعد وای آقا گفت چرا شما اشک میریزین استاد چرا چی گپ شد عزیز دلم گفتم میگه بابای من ابو سینا اشلاقی ما نمیکرد خیلی مرد همه آب گفتم همون مسجد ساز میشد عینی پنجکین سمرقند بخار رفته بخار میشد دریای زرافشان یعنی سینا همین دریای مان خورده سینا شده گفتم حمیدی میگفتم یک تا نبیرهشون جای ما بستم گفتم مولا ظهور طاهری گفتم اگر آمدی طرف تاجیکستان تو پرسان شد مولا ظهور طاهری کی هستن اون کس بعد نمی‌بینی گفتم اون کس سینای حقیقی همون کس گفتم بعد سینا دیگه سینا نامده است انا کس سینا گفتم اینجا با نکنه خود باید حقارت نکنم من دمام این کس برای میگسم سینا برای همه کتون با شیطان حکای مولا ظهور به بخت ملت به بخت دولت تاجیکستانی عزیزی ما باشن به خدا این خیلی آدم ها یک تا 100 سال به یک بار میبینید خیلی آدم ها در حقیقت ما این کسا با احترام میکنم من شخصا و باور میکنم که همین طبیب حلال هستن گپاشان عادی مثلا آب خورد گفتن آب به پول که بجای خود آب هست همون خود ساعت میشه میگه دیگه دکتر 50 تا دور مینویسن